این سینک دیگه لبه نداره، این صفحه قشنگ برش میخوره، سینک از زیر میچسبه به صفحه، شما یه سطح خیلی یه دستی داری. چیز عجیبی نیست. ببینید ما 3 مدل سینک داریم. روکا رو که همه میشناسید، اون سینک قدیمی ها که صفحه اینجا برش میخورد، سینک میافتاد وسطش. یه سینک توکار هم داریم که وسط صفحه برش میخوره، سینک یه لبه 1 سانتی دور تا دورش داره، میافته توی صفحه. اما این سینک بهش میگن سینک زیرکار، مخصوص کساییه که صفحه کوارتز میزنن، کورین میزنن، سنگ طبیعی میزنن و یه خورده بیشتر هزینه میکنن، یه کار لوکس میخوان. حالا چرا کسایی که صفحه MDF میزنن نمیتونن این سینک رو کار کنن؟